این زجرآورترین زندان ماینکرافته، چون برای فرار کردن فقط کافیه این یه دونه بلاکو بکنی و اون بلاک هم ابسیدینه که حدوداً 4 دقیقه طول میکشه که با دست کنده بشه. خیلی هم زجرآور نیست مگه نه؟ در واقع داخل این زندان پر آبه و احتمالاً میدونید که بلاکا زیر آب دیرتر کنده میشن، در حالی که تو آب شناور باشی دیگه خیلی طول میکشه. الان شاید بگید خب میتونی خودتو غرق کنی یا از گشنگی بمیری، ولی این کاندویت و بیکن عزیز به خاطر افکتایی که میدن این کارم غیر ممکن میکنن. تا اینجای کار کندن این بلاک 1 ساعت و 23 دقیقه طول میکشه، اما تازه قراره زجرآورتر بشه. این زندان پر ماهیه که وقتی داری بلاکو میکنی میان جلو دستت و حواستو پرت میکنن. یه الرگاردین هم اون پایینه که بهت افکت ماینینگ فتیگ میده و در نهایت توی این حالت 21 روز طول میکشه تا تو این بلاکو بکنی. خدای جای کندن این بلاک ویدیو منو لایک کن. این زجرآورترین زندان ماینکرافته، چون برای فرار کردن فقط کافیه این یه دونه بلاکو بکنی و اون بلاک هم ابسیدینه که حدوداً 4 دقیقه طول میکشه که با دست کنده بشه. خیلی هم زجرآور نیست مگه نه؟ در واقع داخل این زندان پر آبه و احتمالاً میدونید که بلاکا زیر آب دیرتر کنده میشن، در حالی که تو آب شناور باشی دیگه خیلی طول میکشه. الان شاید بگید خب میتونی خودتو غرق کنی یا از گشنگی بمیری، ولی این کاندویت و بیکن عزیز به خاطر افکتایی که میدن این کارم غیر ممکن میکنن. تا اینجای کار کندن این بلاک 1 ساعت و 23 دقیقه طول میکشه، اما تازه قراره زجرآورتر بشه. این زندان پر ماهیه که وقتی داری بلاکو میکنی میان جلو دستت و حواستو پرت میکنن. یه الرگاردین هم اون پایینه که بهت افکت ماینینگ فتیگ میده و در نهایت توی این حالت 21 روز طول میکشه تا تو این بلاکو بکنی. خدای جای کندن این بلاک ویدیو منو لایک کن. این زجرآورترین زندان ماینکرافته، چون برای فرار کردن فقط کافیه این یه دونه بلاکو بکنی و اون بلاک هم ابسیدینه که حدوداً 4 دقیقه طول میکشه که با دست کنده بشه. خیلی هم زجرآور نیست مگه نه؟ در واقع داخل این زندان پر آبه و احتمالاً میدونید که بلاکا زیر آب دیرتر کنده میشن، در حالی که تو آب شناور باشی دیگه خیلی طول میکشه. الان شاید بگید خب میتونی خودتو غرق کنی یا از گشنگی بمیری، ولی این کاندویت و بیکن عزیز به خاطر افکتایی که میدن این کارم غیر ممکن میکنن. تا اینجای کار کندن این بلاک 1 ساعت و 23 دقیقه طول میکشه، اما تازه قراره زجرآورتر بشه. این زندان پر ماهیه که وقتی داری بلاکو میکنی میان جلو دستت و حواستو پرت میکنن. یه الرگاردین هم اون پایینه که بهت افکت ماینینگ فتیگ میده و در نهایت توی این حالت 21 روز طول میکشه تا تو این بلاکو بکنی. خدای جای کندن این بلاک ویدیو منو